سلام، بریم که با هم این حوض بره استفاده‌ای که توی حیاتمون داریم و سر و سامون بدیم. تو پست قبلی شپلرای غول پیکر حیاتمون رو هرس کردم. بعدش هم تصمیم گرفتم این حوض آبی حیاتمون رو بشورمش و تمیزش کنم و توش آب بریزم. این خانم کوچولی هم که دارید میبینید دخترم آینازه که هر جا من باشم بدون استثنا اونم هست. اولش حسابی حوض و صابوندم، بعد گرد و خاکی که جمع شده بود و با خاک انداز جمعش کردیم. اینجا هم دارم با آب حوض و تمیز میشورم. سرامیکارم تمیز شستم. یه آینه ای هم هست که سالهاست من پشت در آویزون کردم. هر دفعه که بخوایم از خونه بریم بیرون خودمون رو اونجا نگاه میکنیم. اون آینه رم تمیز شستم، به گلا آب دادم، بعدشم رفتم شمعدونی‌های قشنگی که داشتم آوردم گذاشتم لب حوض. دوست قشنگم به من میگن دختر جنگل و اینجا خونه سبزمونه. خونمونم وسط جنگلای سرسبز شماله. اگه تو هم عاشق شمال و روستاهاش و زندگی بی‌قلاقش روستاییش هستی بهت پیشنهاد میکنم مهمون پیجم بشی.